این ماجرا چند سال پیش برام اتفاق افتاد. بعد از کلی درس خوندن دانشگاه قبول شدم. دانشگاهم توی شهر بزرگ بودش و باید دنبال خونه میگشتم. با یه صاحب خونه مسن قرار گذاشتم. خیلی مهربون بود و اجاره اتاقش در مقایسه با قیمتای اون موقع واقعا ارزون بود. دوستان بهم میگفتن که قیمتش زیاد ارزونه و بیشتر بهش فکر کن، ولی خب من عجله داشتم و سریع باهاش قرار داد و بستم. اتاق خیلی بزرگی بود و یه پنجره متوسط داشت و در کلم از اتاقم راضی بودم، خوب بود. اما چند روز بعد از زیر تختم یه بوی عجیبی میومد. اولش قابل تحمل بود، ولی بعد بوشه بدتر و بدتر شد تا جایی که دیگه اصلا نمیتونستم تو اتاق بخوابم و در نهایت از صاحب خونه خواهش کردم و رفتم به چند تا اتاق اونورتر. بعد از منم هر کسی میرفت توی اون اتاق به خاطر بوی بد سریع اونجا رو پس میداد. چند روز بعد یه عده اومدن که وسایل اون اتاقو ببرن و کاغذ دیواریاشو بکنن که من صحبتاشون رو با صاحب خونه شنیدم. خانم، ما به شما گفته بودیم که بوی گندش میمونه. اگه کاری که دفعه قبل بهتون گفته بودیم و میکردید الان دیگه توی خرج کمتری بودید. صاحب خونه هم با حرص گفت من فکر نمی‌کردم بخواد اینجوری بشه. بعدش هم پارکتای خونه رو کندن، سیمانش رو عوض کردن و کل اتاقو تغییر دادن. اون موقع فکر میکردم فقط دارن خونه رو بازسازی میکنن، ولی وقتی داستان اون اتاقو از همسایه ها شنیدم فهمیدم که کاملا اشتباه میکردم. گویا چند ماه پیش یه دانشجو توی اون اتاق خودکشی کرده بوده. شرکت خدماتی اون موقع گفته بود که باید سیمان اتاقو عوض کنید که بوی بد به کفپوش نرسه. اما صاحب خونه به خاطر هزینه‌اش قبول نکرد و در عوض فقط خونه رو با پارچه پاک کرد. سیمان در ظاهر خیلی سخت و محکمه، ولی ساختارش مثل اسفنجه و توش پر از سوراخ‌های کوچیکه. و حالا اگر یه جسد برای چند روز کف اتاق باشه، خون و مایاتش به پایین رسوخ میکنه، میگنده و بوی بد هم میگیره. علاوه بر اون ضایعات جسد بعد از چند روز ازش خارج میشن و بدن شروع به فاسد شدن میکنه. اما مسئله‌ای که وجود داره اینه که بوی این خون و ضایعات با شستن از بین نمیره. بوی تعفن توی کل سوراخ‌های سیمان نفوذ میکنه و دیگه هر کاری کنی نمیتونی از دستش خلاص بشی. واسه همینه که میگن تمام سیمان‌های خونه باید عوض شن، وگرنه بوی گند از خونه بیرون نمیره. من با اینکه دیگه توی اون اتاق نبودم، ولی حس بدی توی اون ساختمون داشتم و در نهایت بعد از مدتی از اونجا رفتم. میخوام اینو به کسایی که در حال حاضر دنبال خونه میگردن بگم. اگه یه خونه تازه گچکاری شده پیدا کردید که بو میداد و یا اگر جایی از خونه سیمانی بود و بوی تعفن میداد، مراقب باشید. مخصوصا توی خونه های قدیمی، چون مطمئنم که قبلا یه چیزی توی اون خونه اتفاق افتاده. وقتی 9 سالم بود پدرم فوت کرد. نمیدونم چرا و چه جوری، فقط کلی گریه کردم و زود هم با قضیه کنار اومدم و دیگه فقط به عکساش نگاه میکردم. بعد از چند مدت دائم میدیدمش. هر وقت میدیدمش سریع به مامانم میگفتم مامان بابایی خونه است، بابا از سفر طولانیش برگشته. مامانم یا فکر میکرد من خواب میبینم و یا هنوز نتونستم با مرگ پدرم کنار بیام. هر وقت بهش میگفتم فقط من و خواهرمو میبرد تا برامون بستنی بخره. بعد مدتی دیگه به مامان چیزی نمیگفتم. خلاصه ما از اون خونه رفتیم. من کلاس 6 بودم و هنوزم هر از گاهی بابامو میدیدم. یه بار من و دوستم سر کلاس جذاب ریاضی بودیم که دیدم بابام کنارم نشسته. به دوستم گفتم که بابام پیشمه و همه جا دنبالم میاد. البته بابام کمی با چیزی که ازش یادم بود فرق داشت و همیشه یه سوراخ گلوله تو سمت چپ پیشونیش بود. کلاس 7 که بودم هم همیشه دنبالم می اومد و هر وقت ناپدریم سرم فریاد می کشید یا کتکم می زد با اخم بهش نگاه می کرد. ناپدریم آدم عصبی بود و هر از گاهی از این کارا می کرد باهم.
هر موقع می اومد داخل اتاقم بابام به شدت عصبانی می شد. یه بار بابا تو خواب بهم گفت که خودشو کشته، اونم به خاطر مامانم. بهم گفت مامانت بهم خیانت کرده بود و همیشه سرم داد میزد و میگفت تو پدر به درد نخوری هستی. 2 سال گذشت. تعطیلات تابستون بود و من میرفتم کلاس تقویتی ریاضی. صندلی جلویی کنار در نشستم که یه دفعه یه چیزی اون بیرون توجهمو جلب کرد. بابام از پنجره در به من خیره شده بود. چشماش خالی بودن. واقعا از نگاهش وحشت کردم. اومد داخل کلاس و روی یه نیمکت خالی کنار من نشست. میدونستم اون بابای همیشگی نیست. یه چیزی درست نبود. من الان دیگه بزرگ شدم ولی هنوز دور و برم میبینمش. همیشه تو گوشم حرف میزنه و میگه مامانت باید به جای من میمرد. من از 20 سالگی راننده کامیون بودم. تجربه های خیلی عجیبی هم تو جاده داشتم. چند بار وقتی شب دیر وقت رانندگی می کردم با چشمای خودم بشقاب پرنده دیدم و چندین دفعه هم با راننده های عجیب غریب برخورد داشتم. ولی ماجرایی که میخوام براتون تعریف کنم یکی از وحشتناکترین و بدترین تجربه هایی که تا حالا داشتم. این اتفاق تو جاده‌ای وسط ایالت کانزاس رخ داد. سال 2009 بود و اون موقع 37 سال داشتم. یه شب معمولی مثل بقیه شبها بود. داشتم رانندگی میکردم و به آهنگی که از رادیو پخش میشد گوش میدادم. من معمولاً کمی قهوه میخورم تا خستگی از سرم بپره. همینطور که داشتم به مسیرم ادامه میدادم دیدم داره هوا مه‌آلود میشه. مه به تدریج اونقدر غلیظ شد که اصلاً نمیتونستم جلومو ببینم. با خودم گفتم یا باید کامیونو یکم بزنم کنار و یا باید به مسیرم ادامه بدم. کمی فکر کردم و تصمیم گرفتم به مسیرم ادامه بدم. به جز خودم هیچ کس دیگه ای تو اون جاده رانندگی نمی کرد. بنابراین خطر کمتری برای من داشت. البته همچنان با احتیاط و خیلی آروم می رفتم که اگر احیانا حیوانی چیزی رد شد بهش نزنم. همینطور مشغول رانندگی بودم که متوجه یه بوی بدی شدم. اون بو گندترین بویی بود که تا حالا به دماغم خورده بود و کمی بعد داخل کامیونم پر کرد. سریع پنجره رو کشیدم بالا ولی فایده ای نداشت. بوی گند دیگه وارد کامیونم شده بود. اونقدر بد بود که میخواستم بالا بیارم. بوی گند و اون مه غلیظ دیگه غیر قابل تحمل شده بودن. یادمه با خودم فکر میکردم که آخه چی میتونه باعث همچین بوی متعفنی بشه. اونجا بود که حالت تهوع بدی گرفتم و مجبور بودم بالا بیارم. راه دیگه ای جز کنار زدن کامیون و بیرون اومدن نداشتم. باید شکممو خالی میکردم. وقتی کارم تموم شد سریع جلوی دهنمو گرفتم چون اون بوی لعنتی هنوز تو هوا بود. رفتم داخل کامیون، درو بستم تا دوباره شروع به رانندگی کنم و اونجا بود که متوجه شدم یه چیزی داره از جاده رد میشه. هر چی بود شبیه شکل یه مرد بود که داشت لنگ لنگان راه میرفت. به جز لنگ زدنش توجهم به لباسی که پوشیده بود جذب شد. یه پیرهن سفید کهنه با ساسپندر مشکی تنش داشت. یادم کپ کرده بودم و همه چیز برام مرموز و ترسناک بود. اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم. تصمیم گرفتم برم ازش بپرسم ببینم حالش خوبه یا نه، احیانا کمکی چیزی میخواد یا نه. قبل از اینکه به سمتش رانندگی کنم دیدم 4 آدم دیگه هم از کنار جاده اومدن بیرون. همشون داشتن به همون سمتی میرفتن که مرد اولی میرفت. همه هم همینجور لنگان راه میرفتن و همشون لباس کشاورزهای قدیمی تنشون بود. چیزی که برام عجیب تر بود این بود که انگار هیچ کدومشون کامیون به این بزرگی کامیون منو ندیدن. چون اگه تو اون جاده پرت و دور به کمک احتیاج داشتن قطعاً باید می اومدن سمت من. ولی همشون لنگان به راه خودشون ادامه دادن. از خیابون رد شدن و توی تاریکی و مه ناپدید شدن. باید یادآوری کنم که من وسط ایالت کانزاس بودم. یعنی یه جورایی وسط ناکجا آباد. همون موقع یه نفر دیگه از دل تاریکی اومد بیرون. اونم داشت از جاده رد می شد. هرچند این یکی خیلی کوچکتر از بقیه بود.
فهمیدم که یه بچه است. سریع از کامیونم پیاده شدم ولی به سمت بچه نرفتم. همونجا ایستادم و به مدل رد شدنش خیره شدم. اون بچه هم داشت همینجور عجیب راه میرفت و لباسهای قدیمی و کهنه پوشیده بود. قبل از اینکه به اون ور جاده برسه بلند داد زدم. ببینم هیچ کدومتون کمک نمیخواین؟ بچه ایستاد، سرشو به سمت من چرخوند. خیلی ترسیدم. تا چهرهشو دیدم قلبم ریخت و پاهام شل شد. چیزی که من دیدم قیافه یه بچه عادی نبود. یه جسد روبروم بود. زیر لب گفتم فاک و همونجا تو ترس خشکم زده بود. بعد اون چیز یه جیغ وحشتناکی کشید که به عمرم نشنیده بودم و لنگان لنگان اومد سمت من. سرعتش از قبل زیادتر بود. سریع سوار کامیونم شدم و درو محکم بستم. همون موقع بود که صدای جیغ‌های بیشتر و وحشتناکتری شنیدم و آدمای بیشتری از مه و تاریکی اومدن بیرون. سریع فرمونو پیچوندم و دور زدم و با تمام سرعت از اون جهنم فرار کردم. تو همون مدت قیافه اونایی که داشتن از تاریکی می اومدن و دیدم. همشون شبیه جنازه تجزیه شده بودن. خلاصه از اونجا دور شدم و کمی بعد توی پمپ بنزین نگه داشتم. همونجا تو کامیون نشستم. قلبم هنوز تون تون میزد و مغزم داشت منفجر میشد. این تجربه ذهنمو به خیلی چیزها باز کرد. فهمیدم که این دنیا واقعا جای عجیب و خطرناکیه و ممکنه هر آن با چیزهای ناشناخته و غیر قابل توضیحی روبرو بشی. اسم من الکسه و این ماجرا که هرگز فراموشش نمی کنم سال 2019 اتفاق افتاد. ساعت دقیقاً 10 شب بود و هنوز کلی تا خونمون فاصله داشتم. به خاطر سن کمم نمیتونستم رانندگی کنم. اون شبم داشتم پیاده میرفتم خونه. اون موقع ها از تاریکی و غریبه ها خیلی میترسیدم. واسه همین استرابم داشت بیشترم میشد. داشتم توی پیاده رو میرفتم و به خاطر تاریکی چراغ قوه گوشیمو روشن کردم که جلومو ببینم. هیچ کس توی خیابون نبود و به نظرم خیلی عجیب می اومد چون اون خیابون معمولاً پر از آدم بود. بهتره فقط زود برم خونه. مضطرب بودم ولی چاره دیگه ای نداشتم. بعد از حدود 1 ساعت راه رفتن ناگهان صدای جیغ گوش خراشه یه دختر بچه رو شنیدم و گفتم اون دیگه چی بود؟ سر جام خوش شدم و قلبم تون تون می زد. 30 ثانیه بعد دوباره صدای جیغ رو شنیدم ولی این دفعه فرق می کرد. انگار یه نفر داشت کشته می شد. سریع دویدم به سمت اون صدا اما تا رسیدم صدا قطع شد. خیلی ترسیده بودم. همون موقع صدای قدم‌های یه پا شنیدم. نور گوشیمو گرفتم و با ناباوری دیدم که یه دختر بچه اونجاست. تنش پر از زخمای چاقو بود و داشت گریه می‌کرد. زخماش خیلی عمیق بودن. عجیب بود که هنوز زنده است. ازش پرسیدم که چی شده و اونم گفت که رفته بودم فروشگاه آب میوه بخرم که منو دزدیدن. گفت سرمو با یه چیزی پوشوندن و بعدش به هوش اومدم. بعد گفت که توی ون با 3 تا مرد بوده ولی بقیه ماجرا رو نمیتونه توی این داستان بگه چون به نظرش کارشون فراتر از جنایته و اون دخترم دلش نمیخواست کسی بدونه. باورم نمیشد این اتفاق برای کسی که جلوی چشمای من اتفاق افتاده. خلاصه نمیتونستم همینجوری ولش کنم. گذاشتمش روی شونم. مثل پر سبک بود. انگار هفته ها چیزی نخورده بود. بردمش خونه خودمون و مامان بابام براش غذا آوردن. دیدن بدن استخونش و صورت رنگ پریدش خیلی دلخراش بود. بعد به پلیس زنگ زدم و اونام به محلی که دختر رو پیدا کردم رفته بودن. بعد از چند ساعت بهمون اطلاع دادن که یه کلبه قدیمی پیدا کردن و جسد پدر و مادر اون دختر بچه هم داخلش بوده. گفتن بدناشون به طرز فجیعی تیکه تیکه شده بود و همچنین یه مردم که توی دستش چاقو بوده و توی کلبه قایم شده بوده رو پیدا کردن. دختر بچه هنوز داشت غذا میخورد و با گیجی به من نگاه میکرد. دلم خیلی براش سوخته بود. مجرم توی همون کلبه دستگیر شد و به جرم قتل به حبس ابد محکوم شد. پرونده قاعدتاً باید همونجا بسته میشد ولی اگر دختر رو ول میکردیم جایی واسه زندگی نداشت. به مامان و بابام گفتم و بعد از گفتگوهای زیاد تصمیم گرفتن که اونو به سرپرستی قبول کنن. من حالا 17 سال دارم و خواهرم 8 سال است.
رابطمون با هم خیلی عالیه و خوشحالم که اومده توی زندگیمون، ولی هنوزم به این فکر میکنم که اون شب اگر به دنبال صدای جیغ نمیرفتم چه اتفاقی ممکن بود واسه اون دختر بچه بیفته. این ماجرا 10 دسامبر 1996 برام اتفاق افتاد. جشن تولد دوستم بود و تو خونش پارتی داشتیم. بالاخره پارتی تموم شد و ما هم راه افتادیم سمت خونه هامون. تو راه بودیم، ولی قبل از اینکه برسیم خونه من از کنار یه قبرستون رد شدیم. دوست مذکرم که اسمش گی بود قرار بود منو برسونه خونه. منم پشت موتورش نشسته بودم و از باد خنکی که به صورتم میخورد لذت میبردم. خب قبرستونای توی فیلیپین با بقیه فرق دارن، چون اینجا فقط تابوتا رو تو سیمان میذارن و بهشون رنگ سفید میزنن. چند تا تابوت رو هم قرار میدن و مثل آپارتمان از 3 تا 5 طبقه میذارن رو هم و راحت هم میشه دیدشون. برگردیم به داستان. قبرستون سمت چپمون بود. ماه کامل بود و داشت تو آسمون میدرخشید. خواستم بهش نگاه کنم که ناگهان کل بدنم فریز شد. رو سر تابوت‌ها یه مرد بلند و بزرگ وایساده بود و لباس سنتی فیلیپین یعنی باراک تاگالوگ تنش داشت. وحشتناکترین قسمتش این بود که مرد اصلاً صورت نداشت، فقط یه گردی سفید. از دوستم پرسیدم تو هم چیزی که من میبینم و میبینی؟ آره، اون دیگه چه کوفتیه؟ کمی بعد دیدیم 3 تا زن دارن از در ورودی قبرستون به سمت بیرون راه میرن. 2 تا زن سفید شمع به دست داشتن و یه زن سیاه هم وسطشون بود. مونده بودم چرا اون موقع شب از قبرستون میان بیرون و یا حتی اطرافش بودن. ناگهان به ساعتم نگاه کردم و دیدم درست 12 شبه. زود باش یکم تندتر برو. وقتی داشتیم میپیچیدیم سمت چپ برگشتم و به سمت اون مرد بدون صورت نگاه کردم. سرش به طرف من چرخیده بود و داشت به سمت من نگاه میکرد. نگاهمو دادم به جلو و دیگه به عقب بر نگشتم. وقتی رسیدیم خونه جریانو برای مامانم تعریف کردیم و به دوستای دیگمونم که از قبرستون رد شده بودن زنگ زدیم، ولی اونا گفتن هیچی ندیدن. گی دیگه نمیخواست از اون مسیر رد بشه و به جاش از یه راه طولانی تر رفت خونش. دیگه هر وقت شب از کنار اون قبرستون رد میشم هرگز به سمتش نگاه نمی کنم. نمیخوام دوباره اون موجودو ببینم. یعنی اون مرد بدون صورت کی بوده؟ اون 3 تا زن چرا باشم راه میرفتن؟ واقعا نمیدونم. این داستان مال خودم نیست و مربوط به دوستمه. اسمش جیکوبه و از زبون خودش براتون تعریف میکنم. داستانم در مورد رویی هستش که 2 دفعه توی زندگیم دیدم. دفعه اول تو اتاق مامان بابام وایساده بودم و داشتم با پدر مریضم که توی بستر مرگ بود حرف میزدم. اون موقع تو مرحله 4 سرطان مری بود. ناگهان حس کردم یه چیزی پشت سرمه. به سمت در اتاق نگاه کردم و دیدم یه چیز کاملا سیاه حدود 1.5 متر با 2 تا شاخ و چشمای قرمز خونی از گوشه در سرشو کرده بیرون و دستاشو هم روی قاب در گذاشته بود. دویدم سمتش ولی سری رفت و وقتی به بیرون در نگاه کردم هیچی اونجا نبود. وقتی برگشتم پیش بابام حسابی گیج شده بودم و منم در مورد چیزی که دیده بودم بهش گفتم. روزای آخر زندگی بابام بود و آدمایی که پیشمون می اومدن هم میگفتن که اون موجودو دیدن. مامانم چندین بار اونو تو جاهای مختلف دیده بود. تا اینکه بالاخره بابام فوت کرد. 4 ماه گذشت. برادر بزرگم لوک تو کما بود. من و مامانم رفته بودیم بیمارستان دیدنش و وقتی وارد اتاق شدیم قلبمون از ترس ریخت. دوباره اون موجودو دیدیم. البته این بار خیلی بلندتر بود. درست روی بدن لوک ایستاده بود و بهش نگاه میکرد. موجود تا متوجه حضور ما شد بهمون نگاه کرد. چشماشو بست و غیب شد. اون شب اصلا نتونستم بخوابم. همش حس میکردم یکی داره بهم نگاه میکنه. میدونین من حس میکنم موجودی که دوستم دیده روح سرگردون یه آدم بوده. خب البته با توجه به اون نشونه ها میتونه شیطانم باشه. شاید هم فرشته مرگ بوده چون قبل از فوت باباشم دیده بودش. به نظر شما چی بوده؟ ما الان 19 سالمونه. برادر دوستم هنوز از کما در نیامده و اونا هم بعد از اون روز دیگه اون موجودو ندیدن.
ما توی کرکوود نیویورک یه مزرعه کوچیک داریم که توش سبزیجات میکاریم، یه چند تای مرغ نگه میداریم. درسته که یه مزرعه معمولیه، ولی ما اونجا رو دوست داریم و خونمونه. چند سال پیش اوایل سال 2019 بود که با صدای بدی از خواب پریدم و از ترس سکته زدم. ما جلوی خونمون یه حیاط بزرگ داریم که باغچه گل داره و یه زمین چمن بزرگ که توش سگ و مرغمون رو نگه میداریم. خلاصه یه شب من و مامان و بابام خوابیده بودیم که صدای بلندی از حیاط خونمون اومد و بیدار شدیم. سگمون داشت بلند بلند واق واق میکرد و ناگهان زوزه دردناکی کشید و بعدش هم ساکت شد. رفتم تو حال و دیدم بابام با یه تفنگ بزرگ توی دستش داره از پله ها میره پایین. من و مامانم میخواستیم پشت سرش بریم بیرون که ببینیم چه خبره، ولی بابا داد زد و گفت فقط به پلیس زنگ بزنید و تحت هیچ شرایطی از در بیرون نیایید. مامانم گوشی رو برداشت و منم رفتم تو اتاق تا از پنجره یه نگاهی بندازم. همون موقع چشمم به ماشینی افتاد که حصارای حیاطمون رو شکسته بود. راستش هوا تاریک بود و من فقط تونستم قسمتی که با نور ماشین روشن شده بود و ببینم. ولی همونجا چیزی دیدم که قلبمو به شدت به درد آورد. سگمون بود. روی چمنای حیاط افتاده بود و اصلا تکون نمیخورد. انگار زخمی شده بود، ولی از اونجا که بعد از صدای ضربه ماشین شروع به واق واق کرد، پس یعنی ماشین بهش نزده بود و جریان چیز دیگه ای بوده. نمیدونم چی، ولی میدونم یه چیزی بود. بعدش تونستم بابامو ببینم چون تفنگش یه چراغ کوچولویی بهش وصل بود. بابام با احتیاط میرفت و مامانم هم داشت ماجرا رو برای پلیس توضیح میداد و میگفت که تو رو خدا سریعتر خودتون رو برسونید به اینجا. بعدش هم بابام نور تفنگش رو گرفت سمت لونه مرغ‌ها و چیزی دیدم که تا مدت‌ها نقش اول توی کابوسم شد. یه مرد کاملا لخت روی پر و تنهای تیکه تیکه شده نشسته بود. مرغمون رو محکم با دستش گرفته بود و داشت دندوناشو میکرد توی بدنش. مرغمون هنوزم زنده بود و داشت جون میداد. هر بار که گازش میگرفت بال و پرش میلرزیدن، زنده زنده گوششو میخورد و صدای ملچ ملوچ وحشتناکی داشت. بابام تفنگ و نشونه گرفت سمتش و سرش داد زد که از لونه مرغ بیا بیرون، ولی اون مرد گوش نمیکرد و به پاره کردن مرغ و خوردنش ادامه میداد. اما ناگهان برگشت و به بابام نگاه کرد. یا خدا، خیلی ترسناک بود. چهره وحشتناکش توی نور تفنگ کاملا معلوم بود. لبخند داشت و صورتش پوشیده از خون و پر بود. این آدمای جانی و خطرناک چشمش از حدقه در اومده بودن بیرون. تا همین لحظه ترسناکترین صحنه زندگیم بود. با ترس میکوبیدم به پنجره و به بابام التماس میکردم که برگرده داخل. میترسیدم اون جانی بهش حمله کنه و یه بلایی سر بابام بیاره و اصلا نمیخواستم با همچین چیزی روبرو بشم. به اندازه کافی دلم واسه سگمون که بی حرکت رو چمن افتاده بود خون بود و میدونستم که اگر بلایی سر بابام بیاد دیگه اصلا قدرت تحملشو ندارم. همینجوری داد میزدم و التماس میکردم که بابام بیاد تو. خوشبختانه اون مرد هیچ آسیبی به بابام نزد و فقط به تفنگ خیره شده بود. فکر کنم نور چششو اذیت میکرد، ولی یکم بعدش از جاش بلند شد. اون مرغ خونی بیچاره هنوز توی مشتش بود. داشت راه میافتاد که بابام یه گلوله بهش شلیک کرد. گلوله از بالای سر مرد رد شد، ولی اون حتی یه ذره هم عکس‌العمل نشون نمیداد. اونجا بود که فهمیدم طرف احتمالاً موادی قرصی چیزی زده، چون اصلا از اینکه نزدیک بود سرش بره تو هوا نمیترسید. خیلی ریلکس دوباره برگشت سمت لونه مرغا و نشست روی زانوشو به پاره کردن مرغا با چنگ و دندون ادامه داد. انگاری که داره لذیذترین غذای عمر خودشو میخوره. بالاخره بعد از نیم ساعت صدای ماشین پلیس رو از دور شنیدم. هرچند که واسه من انگار یه قرن گذشته بود. خیلی طولانی بود. خیلی اذیت شدم. و وقتی که پلیسا اون مردو دستگیر کردن به شدت دیوانه و وحشی شد. پلیسا مجبور شدن که از اسپری فلفل و شوکر برای بی حرکت نگه داشتنش استفاده بکنن و بالاخره دستگیر شد. بعدن فهمیدیم که اون یه جنایتکار تحت تعقیب اهل فلوریدا بوده به نام جان منی که خودش رو به هر ترتیبی با ماشینای دزدی تا نیویورک رسونده بوده و توی کامیونا هم قایم می شده.
مزرعه ما تنها جایی نبود که بهش حمله کرده بود. عوضی سگم داخل یک مزرعه دیگه کشته بود. من به خاطر اون شب وحشتناک تا مدت‌ها خواب بد می‌دیدم و از خواب می‌پریدم. و خبر خوب اینه که خوشبختانه سگمون زنده موند. اسم من الیه و اهل کشور آلمان هستم. وقتی 12 سال داشتم این اتفاق رو تجربه کردم. یه روز رفتم خونه مامان و بابا بزرگم تا مدتی اونجا بمونم. خونه‌شون خیلی قدیمی بود و تو جای بسیار دور افتاده‌ای قرار داشت. وقتی رسیدم اونجا هوا دیگه سرد و تاریک شده بود. با مامان بزرگم تو حال نشسته بودیم و بعد ازش یه سوال پرسیدم. مامان بزرگ، وحشتناکترین اتفاقی که تا حالا براتون افتاده چی بوده؟ اونم جواب داد. خب فکر کنم سنت واسه شنیدنش مناسب نیست عزیزم. ولی من همین جور بهش اصرار کردم تا داستانشو برام تعریف کنه. باید اضافه کنم که مامان بزرگم اصالتاً مال یه روستای قدیمی و کوچیک تو ترکیه است که مردمش هنوز سوار اسب میشن. مامان بزرگم بالاخره داستانشو شروع کرد. ولی اگه امشب نتونستی بخوابی تقصیر من نیستا. ازم پرسید میدونی شیطان چه شکلیه؟ منم گفتم شبیه یه مرد قرمز با 2 شاخ رو پیشونیش. خب شیطان یه زبون شکاف خورده داره و هر 2 دستش فقط 3 انگشت داره. ناخوناش انقدر تیزن که میتونن یه گوشت وسط نصف کنن. هوایی که نفس میکشه روحای مرده هستن. مامان بزرگ انقدر با جزئیات میگفت که قشنگ میتونستم تصور کنم و یکمم ترسیده بودم. بعد بهم گفت که چند سال پیش یه بار شیطانو دیده. گفت یه بار حمله قلبی داشتم و تو بیمارستان بودم که ناگهان دیدم یه چیز قرمز داره بهم نزدیک میشه. تونستم واضح ببینمش و فهمیدم آدم نیست. بعد گفت وقت رفتنه. ولی من نمیخواستم باهاش برم و گفتم من هیچ گناهی نکردم، چرا میخوای منو ببری؟ بعد شیطان جواب داد ساکت باش، تو باید با من بیای. داد زدم نه. چند لحظه بهم زل زد و بعد دهنشو باز کرد. هیچ کس جرأت نداره به من بگه نه، به زودی پشیمون میشی. وقتی غیب شد از کماد در اومدم و فهمیدم 2 سال گذشته بوده. مامانت بهم گفت که برادرم سرطان ریه گرفته و نزدیک بوده بمیره. بعد از مرخص شدن از بیمارستان رفتم ملاقات و برادرم و ازش پرسیدم چیز عجیبی ندیدی؟ گفت اون شب یه مرد قرمز رو دیدم که بهم گفت خواهرت نمیخواد بیاد، پس باید تو با هم بیای. این ماجرا رو برای همه خانواده تعریف کردم. همه حرفمو باور کردم به جز تو که کوچولو بودی. ولی مامان بزرگ من چیزی یادم نیست. میدونم عزیزم، اون موقع خیلی بچه بودی. بعد از نوشیدن هات چاکلتم رفتم تو تخت بخوابم. ولی به خاطر داستانی که مامان بزرگ گفته بود اصلا خوابم نمی برد. ناگهان صدای باز شدن دری که قفل کرده بودم و شنیدم. تو اتاقم یه ساعت بود. وقتی نگاش کردم دیدم ساعت 4:61 است. آخه چجوری؟ 61 دقیقه که اصلا وجود نداره. یه چیزی اینجا درست نبود. گوشیمو برداشتم و چراغ قوه‌ش رو روشن کردم و دیدمش. مرد قرمز، شیطان. ترسیدم و از ته حلقم جیغ کشیدم. خواستم سری زیر پتوم قایم بشم که درد بدی تو دست چپم حس کردم. مامان بزرگ باید به حرفم گوش میداد. صدای وحشتناکش تو گوشم پیچید و یکم بعد مامان و بابا بزرگم با چوب بیسبالش دویدن تو اتاقم. ولی شیطان از اونجا رفته بود. بابا بزرگم منو رسوند بیمارستان و تو رو همش دعا میخوند. تا نزدیکترین بیمارستان 30 دقیقه فاصله بود و بالاخره رسیدیم و زخم دستم و بخیه زدن. این اتفاق مال 6 سال پیش بود ولی هنوز جای زخمم از بین نرفته. خوشبختانه دیگه با همچین اتفاقی مواجه نشدم.
وقتی این اتفاق افتاد 13 سال داشتم. پدر و مادرم برای یه سفر کاری رفتن لس آنجلس. من تو خونه موندم. بابام کارتش رو بهم داد تا بتونم هر چی خواستم سفارش بدم. خلاصه یه جورایی از این تنها بودن خوشحال بودم. اصلاً هم نمی ترسیدم چون بارها تو خونه تنها مونده بودم و تازه فقط واسه 3 روز رفته بودن سفر. خب اون موقع همون دوره‌ای بود که دلغک‌ها وارد خونه می شدن و کارای فجیعی می کردن، ولی هیچ وقت سمت محله ما نیومده بودن چون معمولاً جاهای خلوت‌تر رو انتخاب می کردن، به خصوص جاهای نزدیک جنگل. با اینکه ما فقط یه حصار مسخره داشتیم که هر کسی میتونست ازش بپره اون طرف، اما خیالمون راحت بود چون محله بسیار امنی داشتیم. بگذریم. ساعت تقریبا 6 عصر بود، ولی از اون جایی که زمستون بود هوا خیلی زود تاریک میشد. ما پشت خونمون یه گلخونه شیشه‌ای داشتیم که درش رو به حیاطمون باز میشد. گلخونه درست پشت آشپزخونه قرار داشت. یکم گشنم شده بود. رفتم تو آشپزخونه و کمی خوراکی برداشتم و برگشتم تو حال تا بقیه تلویزیونمو ببینم. گلخونه یه سقف داشت که هر صدایی رو 100 برابر می‌کرد. حتی صدای قطره آبو هم میشنیدیم. اون شب بارون شدیدی میبارید و به خاطر صدای زیادی که رو سقف ایجاد میکرد نمیشد هیچ صدای دیگه‌ای رو بشنوم. چند دقیقه بعد حسابی خوابم گرفته بود. واسه همین رفتم بالا تو اتاقم و دراز کشیدم. گوشیمو برداشتم تا اینستامو چک کنم که یه دفعه یه صدای بلند از طبقه پایین شنیدم. انگار یه چیزی محکم افتاد پایین. واقعا نگران شدم و ترسیده بودم، اما با خودم گفتم چیزی نیست و تصمیم گرفتم از پله ها برم پایین و بررسی کنم. وسط راه پله وایستادم و به پایین حال نگاه کردم. همه جا کاملا تاریک بود، اما ناگهان سایه یه نفر رو دیدم که اونجا وایستاده. بدون سر و صدا و سریع برگشتم تو اتاقم. بعد از تو حال صدای راه رفتن شنیدم. فوراً به پلیس زنگ زدم و با صدای یواش بهشون گفتم کمکم کنید. اما یه دفعه پشت هم عطسم گرفت. خیلی پنیک شده بودم، واسه همین فقط سریع دویدم تو دستشویی چون تنها دری بود که قفل داشت. رفتم تو دستشویی، اونم سریع داشت از پله ها می اومد بالا. در رو بستم و قفل کردم و سعی کردم گریه نکنم. مرد سعی میکرد در رو باز کنه و همش دستگیره رو میچرخوند. دستشویی یه پنجره کوچیک تار داشت ولی میتونستم بیرون رو ببینم و همون موقع چشمم به کسی که پشت در بود افتاد. یه دلغک بود با موهای سبز و بدون دماغ. لباس عجیبی تنش داشت و یه چاقوی خیلی بزرگم تو دستش بود. راه دیگه ای نداشتم، برای همین پنجره بزرگ دستشویی رو باز کردم و ازش پریدم بیرون. از رو سقف گلخونه سر خوردم و افتادم رو سیمان سفت. از بس ترسیده بودم که حتی دردم رو احساس نمی کردم. داشتم از حصارمون می پریدم که صدای آژیر پلیس اومد. پلیس ها وارد خونمون شدن و مرد رو دستگیر کردن و بهش دستبند زدن. وقتی از کنارم رد می شد خیلی ترسیدم و بدنم داشت می لرزید. اما خوشحال بودم که به خیر گذشت. پلیس با پدر و مادرم تماس گرفت و اونا هم با عجله برگشتن. تو آغوششون احساس امنیت می کردم. من از اون شب به بعد دیگه هیچ وقت تو خونه تنها نموندم و اون دلغک هم به جرم ترسوندن کودکان به چند سال زندان محکوم شد. وقتی 17 سال داشتم اتفاق افتاد. من تو کانادا زندگی میکنم و این ماجرا حدود 9 شب تو برف و کولاک اتفاق افتاد. بیرون کاملا تاریک بود. داشتم از سر کار پاره وقتم برمیگشتم خونه و توی یه ایستگاه اتوبوس منتظر نشستم. تورنتو شهری که توش زندگی میکنم خیلی شلوغه، اما اون شب به خاطر هوا همه جا خلوت بود و به ندرت ماشینی توی خیابون دیده میشد. 10 دقیقه اونجا منتظر موندم تا اینکه مردی حدوداً 50 ساله وارد ایستگاه شد. لبخند کثیفی روی لباش داشت و ترسناکش میکرد.
مرد دراز اومد سمتم و با هم حرف زد. با صدای بم و وحشتناکی ازم پرسید تو این هوا چی کار میکنی و داری کجا میری؟ مضطرب شدم چون فقط خودم و اون مرد اونجا بودیم. بهش گفتم دارم از سر کار برمیگردم خونه. لبخند زد و گفت که اتوبوسا امشب به خاطر کولاک تأخیر دارن و حالا نمیان. گوشیمو در آوردم تا زمان اومدن اتوبوسا رو چک کنم، اما به خاطر هوای سرد شارژ گوشیم خالی شده بود. مرد بهم نزدیکتر شد. بوی به شدت گندی میداد. هی، میخوای یه 5 دقیقه با هم باشیم؟ ببخشید آقا، منظورتون چیه؟ بیا بریم یکم خوش بگذرونیم، نگران نباش، اتوبوس تو از دست نمیدی، خودم برات میگردونم، پاشو. من خنگ نبودم و فهمیدم طرف بچه بازه. رفتم عقب و گفتم نه، ولی اون مدام اصرار میکرد که باهاش برم. میترسیدم بخواد کار بدی با هم بکنه. اما خوشبختانه یه زن اومد توی ایستگاه و مرد هم سریع خفه خون گرفت. بعد از کمی انتظار اتوبوس رسید. فقط من بودم، اون خانم، اون مرد چندش و 2 نفر دیگه. کل مسیر رو آخر اتوبوس نشسته بود تا بتونه قشنگ منو دید بزنه. فقط به من زل زده بود و چشم بر نمی داشت. خیلی استرس داشتم. ایستگاهم رسید و با یه خانم پیاده شدم. موقع راه رفتن متوجه شدم اون مرد هم با ما پیاده شده و داشت پشت سر من راه می رفت. خیلی می ترسیدم و راه دیگه‌ای نداشتم. سریع دست اون خانم رو گرفتم و گفتم میشه با من تا خونه بیاید چون یه مرد افتاده دنبالم. اونم متوجه مرد شده بود و آروم گفت باهات تا خونه میام. با اون خانم رفتم و وقتی به پشت سرم نگاه کردم یکم بهم خیره شد و بعد گورشو گم کرد. وقتی رسیدم خونه مامان بابام 1000 بار از اون خانم تشکر کردن و بعد از اون دیگه هیچ وقت ریخت اون آشغالو ندیدم. من توی کشور گرجستان در محله گرم و صمیمی بزرگ شدم. دهه 80 میلادی بود. یادم بچه بودم و عاشق چادر زدن توی حیاطمون بودم. من و برادر کوچیکم دانی تقریبا هر جمعه شب تو حیاطمون چادر میزدیم و کل شب داخل چادرمون بازی میکردیم. محله خیلی خوبی داشتیم ولی محیط اطراف زیاد خوب نبود. میدونید اون موقع اوج اپیدمی کراک و مواد مخدر بود و شهر کوچیک ما هم در عرض چند سال پر از معتاد و قاچاقچی مواد بود. توی محلمون یه پیرمرد داشتیم به نام آقای کارل که قبلا توی جنگ جهانی دوم خلبان بود. اون طرف خیابون ما زندگی میکرد. زنش سال 1984 به خاطر سرطان مرد و بعد از اون دپرس شد و روی آورد به الکل. 3 سال بعد از مرگ زنش به کراک معتاد شد و شبا توی خیابون پرسه میزد. کمی بعد از اون بانک خونشو مصادره کرد و آقای کارل هم بی خانمان شد. من و دانی هر روز صبح آقای کارلو در حال خواب روی صندلی ایستگاه اتوبوس میدیدیم. گاهی وقتا بیدار بود و با ما حرف میزد. ما آقای کارلو میشناختیم واسه همین ازش نمیترسیدیم. اون هیچ وقت کار بدی با ما نکرده بود و همیشه با مهربانی برخورد میکرد. مدتی بعد من و دانی متوجه شدیم که آقای کارل دیگه اون اطراف نیست. از مامان و بابامون پرسیدیم که خبری ازش دارن یا نه، ولی اونا هیچی نمیدونستن. یادم نیست دقیقاً چند روز از گم شدن آقای کارل گذشته بود، ولی میتونم بگم حداقل 1 ماهی میشد. خلاصه یه جمعه شب من و برادرم داشتیم توی حیاطمون با تفنگ کشی که بابا برامون درست کرده بود بازی میکردیم. تفنگ از چوب بود. یه گیره چوبی به بالش وصل کرده بود و یه میخ هم جلوش چسبیده شده بود. بعد کشو از روی میخ میکشیدی و به گیره وصل میکردی و اینجوری وقتی گیره رو آزاد میکردی کش پرت میشد. من و دانی داشتیم توی چادر به سربازای اسباب بازیمون شلیک میکردیم که ناگهان از بیرون صدای خشخش شنیدیم. خب باید بگم که من و داداشم راکون و سگای زیادی رو فراری داده بودیم و اون شبم با تفنگای جدیدمون حسابی احساس شجاعت میکردیم. تصمیم گرفتیم به بابام چیزی نگیم و خودمون حیوانو بیرون کنیم.
با هم از چادر اومدیم بیرون و رفتیم آخر حیاط. اونجا یه تور فلزی حیاطمون رو از جنگل جدا میکرد. دانی با خودش چراغ آورده بود و گرفتش رو به جنگل پشت حصارا. وقتی به حصارا رسیدیم ناگهان یه نفر از پشت درخت بیرون پرید. کاپشنی که تنش بود رو شناختم. یه کاپشن خلبانی قهوه‌ای بود و دیدم طرف یه کلاه ارتشی قدیمی هم رو سرشه. فقط یه نفر رو میشناختم که کاپشن خلبانی میپوشید، آقای کارل. اما وقتی با دقت به مرد توی جنگل نگاه کردم دیدم زیاد شبیه آقای کارل نیست. مطمئن بودم لباسای خودشه، ولی اون مرد خیلی جوان بود و نمیتونست آقای کارل باشه. نتونستم چهرشو درست ببینم. سرش پایین بود و نقاب کلاهش چهرشو پوشونده بود. اونجا بود که متوجه لکه های قرمز روی کاپشن و شلوار جینش شدم. من و دانی حدود 30 ثانیه به اون مرد خیره شده بودیم و بعد پرسیدیم اون پشت چی کار میکنی؟ مرد خم شد و یه تبر بزرگ که کنار پاش افتاده بود و برداشت. بعد اومد سمت حصارا. من و داداشم تفنگامونو انداختیم و با سرعت دویدیم سمت خونه. به عقب نگاه کردم و همون موقع حس کردم یه چیزی از رو سرم رد شد. از کنارم دیدم که تبر تو هوا میچرخه و بعدم خورد تو چادرمون و ویرونش کرد. بقیه اون شبو درست یادم نیست، ولی بابام میگه من و دانی وحشت زده و مضطرب پریدیم تو خونه و یه ساعتی طول کشید تا داستانو کامل و از زبونمون بکشم بیرون و تا اون موقع مردی که کاپشنای آقای کارلو تنش داشت از اونجا رفته بود. یادم اون شب مامان و بابام داشتن تو حال با پلیس حرف میزدن. تا اونجایی که میدونم پلیس هیچ پیگیری نکرد و فکرم نمیکنم اون مردو گرفته باشن. حتی تبری هم که پرت کردم انگشت نگاری نکردن. این اتفاق نقطه پایانی بود برای چادر زدنمون تو حیاط. هیچ وقتم نفهمیدیم واقعا چه اتفاقی برای آقای کارل افتاده بود.